السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، یک موضوع برنامه ریزی غرب یا داستان اعتراض یا برنامه ریزی غرب در بین کشورهای اسلامی و بر علیه ارزش و فرهنگ اسلامی، هدف از بین بردن حرمت زن مسلمان، کاهش حیا، سستی نسل آینده. چون زن وقتی که بی حیا باشد، فرزند آینده بی حیا رشد میکند. تبلیغات و نقش برداشتن حجاب و چهره و بدن در کشورهای اسلامی از طرف زنان زیاد شده. این تبلیغات و نقش بازی کردن در کشورهای اسلامی هر روز جریان دارد. در پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، سوریه این کار بسیار دشوار و سخت است که حتی در کشورهای اسلامی و حتی در عربستان سعودی نیز انجام می شود. در تمام دنیا این کار را عالم کفر بر علیه عالم مسلم انجام می دهد. هدف آن چی است؟ این کار را می کند. یک داستانی از صلاح الدین ایوبی را واضح می سازیم. صلاح الدین ایوبی بعد از جنگ و فتح قدس، دشمنان صلیبی که از شکست های پی در پی و از قدرت، شجاعت و ایمان استوار صلاح الدین ایوبی در تعجب مانده بودند به سبب تربیت اسلامی که او از مادرش یافته بود. چنین گفتند: ما هرگز نمیگذاریم مادر مسلمان فرزندی مانند صلاح الدین ایوبی به دنیا بیارد. آنان به روشنی میدیدند که چگونه تربیت نیرومند و ایمانی زنان مسلمان فرزندانی را به قهرمانی بزرگ میکنند مانند صلاح الدین ایوبی تبدیل میسازد. قهرمانانی که خود صلیبی ها آرزو داشته باشند، اما در عین حال از ظهور دوباره چنین شخصیت ها می ترسیدند. هدف آنها بر علیه کی شد؟ بر علیه زنان شد. زنان کی است؟ زن یک قلعه بر علیه شیطان است. زن اولین استاد، زن اولین مدرسه و استاد فرزندان است. زن مدرسه ای است که اولاد غیرتمند، نسل غیرتمند قوی در دنیا و جامعه تقدیم می کند. اگر این مدرسه مقدس را یا این قلعه محکم را از بین ببرد و بی حیا و بی ارزش بسازد، یا غیرت و حرمت دینی و ارزش های دینی او مدرسه را تخریب کند، از او مدرسه اولادهای به دنیا میاد که بهترین مؤمن و مسلمان با غیرت، با شخصیت و جامعه تقدیم نمی شود. به همین دلیل است که عالم کفر زنان را مورد هدف قرار میده. اگر زنان بی حیا شد، تمام نسل آینده بی حیا می شود. الحمدلله ثم الحمدلله ما مردان و زنان خوبی داریم به خاطر ارزش های جامعه و کرامت انسانی جان فدا میکنند. بر اساس قرآن و آموزه های صحیح پیامبر محبوب ما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عمل میکنند. علامه اقبال میفرماید: اگر مدرسه زن از دین بیگانه باشد، برای عشق و محبت، علم و هنر همان مرگ است. اگر آموزش زنان یا تعلیم و تربیت در مدرسه از اصول و ارزش‌های دینی جدا باشد، پیامدهای منفی خواهد داشت. تعلیم و دانش و مهارت‌ها برای رشد اخلاق و محبت به انسانیت هیچ فایده‌ای ندارد یا اثرش منفی خواهد بود. علامه اقبال این وضعیت و بی‌حیایی و بی‌غیرتی را دیده توصیه و دعای اخلاقی و تربیتی میکند برای تمام مسلمانان جوانان و نوجوانان. میفرماید: در چشم زمانه جوانی پاک نمانده است. در چشم زمانه جوانی پاک نمانده است. خدا کند که جوانی تو پاک و بدون لکه بماند. علامه اقبال زوال اخلاقی دوران را معرفی و تاکید میکند
علم و دانش بدون اخلاق و حیا اثری مثبت ندارد. نسل جوان مسئول آینده اخلاق جامعه باید در زمانه دشوار سخت پاکدامن بماند. و رحمت الله و برکاته.